ولی بعد از ولدالین گفتن آمین گفتن آمده، اگر چی در نماز باشه یا چی در غیر نماز باشه. او آمین اسم فعل است به معنای استجب دعاءنا، یا الله دعای ما را قبول کن. فاتحه مثل دعا بود، تو آمین گفتی که الله قبول کن از ما. خب آلی در آمین گفتن چی آمده که آیا گفته شوه یا نشوه، به جهر یا نیکی خفیه. راجح قول است بعد از مراجعه احادیث، چنانکه اعتراف خود علمای احناف آمد. مولانا عبدالحی لکنوی صاحب از جمله علمای محقق متأخر احناف است. او ماشاءالله با انصاف انسان است. بعد از چیز ذکر کردن کل دلایل این ثابت میکنه که احادیثی که در مورد خفیه آمده هیچ وقت رسیده نمیتونه در مرتبه و در ثقه بودن، در توثیق بودن، او احادیثی که در مورد جهر آمده یعنی جهر خوانده شود. او بخاری شریف نقل میکنه که عطا رحمت الله علیه میگه در زبان عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه اونجا چی بود؟ بگه در حرم امی ترامین گفته میشد که چی میکرد؟ زمزمه میکرد امی حرم. از او خاطر این عمل صحابه کرام است و راجح قولی است که آمین به زور گفته شود. این البته در نماز، اما در غیر نماز که تلاوت میکنی هم آمین بگوی مستحب طریقه هست. باقی من مسئله خودی الحمدلله را که آیا در نماز خوانده شود یا نه، یک موضوعی که مربوط ازی میشه، یک اهمیت سوره فاتحه است که بدون ازی نماز نمیشه. از همین خاطر همین مولانا عبدالحی لکنوی صاحب رحمت الله علیه یک رساله را نوشته کرده امام الکلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الامام، پشت امام قرائت کردن چطور است. او بعد از تحقیق زیاد، بعد از ایراد کل دلایل نوشته میکنه که باید به نمازهای جهری و خفیه قرائت در پشت سر امام شود. البته در موقع شود که معارض با قرائت امام نباشه. در خفیه خوبی از معارض نیست، در حالت جهر در سکتاتش باید قرائت شود، او هم معارض نیست. چرا؟ به خاطری که حدیثی که عباده ابن صامت رضی الله عنه نقل میکنه که پیغمبر علیه الصلاه و السلام میفرمه لا صلاه چیست الا بام القرآن یا بام الكتاب. این حدیث صحیح ترین حدیث است. او این نفی صحت نماز میکنه. مراد از نماز شرعی است. او در شریعت نماز بدون سوره فاتحه نمیشه. سوره فاتحه ضرور خوانده میشه. او در هیچ کدام حرج هم نیست. مردم سرش همونطور گپا را گفته رایسته. خو اماما که سوره فاتحه را همینطور خوب وقفه بخونه بالکل هیچ نه تعارض میه نه گپا. او حدیثا کلش جمع میشه، سری حدیثا کلش عمل میشه. از او خاطری قول راجی است. اگر چی بعضی علمای احناف میگه لا صلات اینجا نفی کمال است، لیکن اینجا در حدیث دیگه لا تجزئ صلات من لم یقرأ فیها بفاتحه الکتاب. چی نمیشه؟ کفایت نمیکنه، روا نمیشه. نماز کسی که تلاوت کردن نشود نماز از او چی به الحمدلله شریف. از او خاطر این قول راجح است که سوره فاتحه گفته شود. آلی چی لطایف یا چی فواید سوره فاتحه داره؟ الله